السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جواب سوال این که نفرهایی هستند که میپرسند میگن آیا مضاربه کردن بین کافر و بین مسلمان درست است یا نه؟ خیلی در مورد مضاربه هست چیزی که ما صحبت کردیم درس شیرگی هست و مضاربه کردن بین کافر و مسلمان جایز هست و مسلمان اگر که مضاربه بگیرد از مال کافر و خودش مضاربه را پیش برد، پول دار اگر کافر باشد این کار بفرماند میشود و در کافر هم بتا او را هم کار بفرماند پول مضاربه مثل فایدهش تقسیم باشد میشود. اما گفتم بکر است که در خوگ و عرق و در مثلا خون و این چیزها کار نکند، مثلا که در چیزهای قیمتدار کار کند، چیزی که قیمتدار در اون چیزها کار کند. و حتی کافری از دیگر دارالحرب اگر اومده باشد با دارالاسلام برای مثلا امن امان طلب کرده در اومده باشد قطعی اون هم جایز است. در بدایع صنایع شیخ کاسانی ذکر کرده است به تفصیل با درباره مضاربه هم و شروط وکالت و کفالت هم ذکر کرده است. اما خلاصه گپ همین است که مضاربه کردن با کفار جایز هست و درست هست، اما به شرط هایی که مثلا اون وقتی پول میدهی با کافر و کار میفرماند هم موقع است که در عرق و در خوک و در خون این چیزها نخرد و نفروشد، مثلا اینکه لباس بفروشد، مثلا پاپوشی بفروشد، دیگر چیزها بفروشد جایز هست و دیگر قطعی اونها هم کار کرده می شود و پول اونها هم گرفته کار فرمودنش جایز است. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.